سلام، با شما شوکتی محمد هستم و برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را تقدیمتان می کنم. سرخط خبرها: 126مین نشست کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد پایان یافت. جوابهای نمایندگان حکومت تاجیکستان کمیته را قانع نکرد. شرح رئیس پیمان ملی تاجیکستان محی‌الدین کبیری. پیامدهای شکست حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در انتخابات شهرداری استانبول، تحلیل کارشناسان. در شهر ژنو شویتزاریا ضمن نشست 126 کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد رعایت حقوق‌های سیاسی و مدنی شهروندان تاجیکستان محاکمه گردید. در این نشست علاوه بر نمایندگان حکومت تاجیکستان، عده‌ای از مخالفان سیاسی کشور که در اروپا پناه برده اند شرکت کردند. یک ویژگی این نشست در آن بود که بیشتری سوالهایی که همیشه مخالفان مطرح می‌کردند و کوشش می‌کردند از جانب حکومت تاجیکستان جواب گیرند، در این نشست به نمایندگان تاجیکستان از جانب کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد داده میشد و نمایندگان تاجیکستان در روبروی هیئت پیمان ملی تاجیکستان ایستاده هرچند قانع کننده نباشد هم مؤدبانه جواب میدادند. یوسف رحمان، پروکورور ژنرالی تاجیکستان، ضمن سخنرانی در نشست امروز هم بار دیگر تاکید کرد که حکومت همیشه برای اجرای تعهدات بین المللیش برای رعایت حقوق انسان توجه خاص دارد. Собранными в процессе предварительного следствия и судебного рассмотрения неопровержимыми доказательствами было установлено. یوسف رحمان درباره مبارزه با شکنجه صحبت کرد و گفت که همه حقوق متهمان هنگام بازپرسی رعایت می شود و کسی حق ندارد با متهم بدرفتاری کند. وی وجود مشکلات در راه فعالیت احزاب سیاسی را رد کرده، باز هم سخنهای دیروزش را تکرار کرده گفت حزب نهضت اسلامی را برای آن بستند که در آشوب نافرجام به رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر دفاع نقش داشت. باز هم جای آن که میبایست دلیلهای خود را یک کمی اساسناک کند، همان حرفهای دیروزش را تکرار نمود. По вопросу о запрете партии Исламского возрождения, ареста членов этой партии, собранными в процессе предварительного следствия и судебного рассмотрения. در رفت نشست مشاهده میشد که هیئت تاجیکستان کوشش میکردند با عمومیگویی جان خود را خلاص کنند. علاوه بر این هنگام جواب گفتن کوشش میکردند سراول به موضوعهای نسبتاً حاشیوی جواب گفته با همین وقت جدا شده را گذرانند. همین طور هم شد. هیئت تاجیکستان بیش از همه به سوالها درباره ساحه تندرستی، آمار، پناهندگان در تاجیکستان جواب گفتند. В итоге подписано общее соглашение об установлении мира и национального согласия в Таджикистане. То есть достижение вирусной супрессии сегодня достигает 77%. Что же делается в стране для улучшения доступа к услугам в связи с ВИЧ для населения? در آخر کوتاه به مسائل نقض حقوق انسان، محدودیت آزادی شهروندان، تعقیب دیگراندیشان و فشار به پیوندان مخالفان، یوسف رحمان با طور عمومی جواب گفت و تمام. Республика Таджикистан и впредь будет обеспечивать исполнение пакта о гражданских и политических правах и соблюдать, как и соблюдала ранее, все международно-правовые акты. Спасибо за внимание. چون به کشالکاری هیئت تاجیکستان بدون دادن جوابهای کنکریتی وقت را گذرانیدند، از جانب مدیر کل این نشست اعلام شد که جوابهای داده تاجیکستان کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد را قانع نکرد و باید در حدود 48 ساعت هیئت تاجیکستان با طور خطی با آوردن دلیل‌های کنکریتی به سوال‌های کمیته جواب گویند. Вы предоставите, пожалуйста, письменные ответы в течение 48 часов. Нам нужно будет также сделать и заключить. طوری در بالا گزارش دادیم در این نشست یک هیئت از پیمان ملی تاجیکستان شرکت داشتند. چنانه که خبر دارید دیروز از رفت نشست ما خلاصه های وکیل دفاع جمشید یاروف را شنویدیم و عین خود به ما میسر شد که با رهبر پیمان ملی تاجیکستان محی‌الدین کبیری تماس بگیریم.
با عرض ادب پیش از همه با پرسیدن تاجیکانه حال و احوالتان تشکر میکنم که وقت قیمتی خود را برای ما جدا کردید. تشکر. شما چه حال داره؟ خوبه؟ سلامت. سرول روشنی میانداختید که آیا در روز اول راه ندادن مخالفان به نشست واقعیت داشت؟ چون بعضی رسانه‌ها این خبر را دادند و حتی در بعضی از رسانه‌های خارجی نیز این گونه خبر پهن شد. باید گفت که البته چون این کار نبود، یک سوء تفاهمی با وجود آمد و رسانه‌ها هم طبیعی است که به سبب کم بودن معلومات مسئله را کمی دیگر شرح دادن. اما واقعیت این است که هنوز 4 روز قبل از برگزاری این نشست از طرف برگزار کنندگان با ما نامه رسمی رسید که بهتر می شود اگر ما یعنی نمایندگان اپوزیسیون تاجیک در نشست روز اول وقتی که سازمان های حقوق بشر از داخل تاجیکستان گزارش خود را ارائه میکنند حضور نداشته باشیم، چون با درخواست آنها از برگزار کنندگان خواهش کردند که این میتواند باعث بعضی خطر و تهدیدها به آنها هنگام بازگشت به وطن شود. اما بعدا دیدید که در روزهای بعدی در جلسات رسمی نه تنها در ما پهلوی هم نشسته بودیم با سازمان‌های داخلی تاجیکستان، حتی هیئت حکومت هم در همون تالار بود و با راهبری پروکورور ژنرال تاجیکستان و هیچ اشکالی با وجود نآمد. من فکر نمی‌کنم که بعد بازگشت پروکورور ژنرال تاجیکستان یا دیگر اعضایان هیئت که رسمی تاجیکستان مورد تعقیب و شکنجه قرار بگیرن فقط به خاطر اینکه با ما در یک تالار حضور داشتن. این بسیاری از سوء تفاهم‌ها را برطرف کرد و بعضی دیوارهای سنی را هم شکست. من فکر میکنم در آینده دیگر هیچ مشکلی و هیچ شهروند تاجیکستان پیش نخواهد آمد اگر آنها با این یا نماینده اپوزیسیون تاجیک یا سازمان‌های عمل کننده در خارج کشور ملاقات کنند. برگردیم به نشست 126 کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد. میخواهم از شما بپرسم که مسئله هایی که از جانب کمیسیون مطرح میشد تا چه حد فراگیر مشکلات مسائل سیاسی و مدنی تاجیکستان بودند؟ بهای خصوصی شخصی من سوبیکتیوی من این است که سوالها خیلی در مقایسه با سوالهای سالهای قبل گزارش قبل خیلی مشخص‌تر و موضوعی بودند، آمادگی خوب داشتند. البته میتوانست از این بهتر باشد، اما اگر حکومت تاجیکستان به همین مقدار سوالهایی که گذاشته شد جوابهای منطقی میداد یا در آینده بدهد همین کافی است. اما ما دیدیم که جوابها عمومی بودند و خیلی هم کوتاه، خیلی هم جوابهای آبشسته، مثل آنکه مثلا در تاجیکستان هیچ فشار بالای اعضای خانواده مخالفین نیست و هیچ کس را از حق بیرون رفتن ممنوع نکردن. وقتی که در رو برای من ایستاده که من اتفاقا در رو برای هیئت تاجیکستان می نشستم، وقتی که پدری مریضی ما رو از ممنوع کردن از سفر به خارج، از هواپیما بیرون آوردن، نبیره من چند ماه ممنوع بود و حتی کسی هم که من کرده بود معاون وزیر تندرستی که حکم صادر کرد که اون دیگر وفات میکنه و باید در همین جا باشد، در همین هیئت حضور داشت و مسئله حمزه در همین جا برداشته شد و آشکار دروغ میگفتن که هیچ مانع نبود، هیچ مانع نیست و این گزارش‌ها همش دروغ است. این جوابای طرف حکومت خیلی جوابای آبشسته بود که حتی باعث تبسم و خنده کردن بعضی اعضای کمیسیون و حاضرین میشد که اگر شما خیلی دیپلمات‌های قوی هستن و تلاش میکنن با نمود ظاهریشون هیچ واکنش نشان ندهند، اما جوابها تا اون حد یک نواخت بودند و قالبی بودند که دیگر بالاخره برای همه مشخص بود. پیش از برگزاری این نشست رسانه‌ای شده بود که نمایندگان تشکیلات‌های غیر دولتی و سازمان‌های سیاسی هم می‌توانند در این نشست شرکت نموده سوال‌های خود را مطرح کنند. اما چرا چنین نشد؟ نه، این در قاعده این نشست‌ها چنین نیست و در اینجا هیچ کس غیر از اعضای کمیته حق سوال دادن ندارد و نه سازمان‌های غیر دولتی، نه اپوزیسیون، نه کسی دیگر، و تنها حق صحبت کردن
در جلسه های ویژه طرفی دارد که گزارش الटरनेटिव्ی پیشنهاد کرده است و این گزارش در دفتر سازمان ملل در مدت معین شده ثبت شده است و اونا حق دارند و نماینده ما هم جمشید یاروف و همین خاطر باید 4 دقیقه گزارش سازمان های غیر دولتی بیرون از تاجیکستان رو معرفی میکرد که باز هم با پیشنهاد و درخواست سازمان های غیر دولتی تاجیکستان و با احترامی که از طرف ما گذاشته شد این گزارش این سخنرانی لغو کرده شد. البته این همگی 4 دقیقه وقت بود اما در عوضش خود سازمان ملل و برگزار کنندگان و ما وریانت دیگر رو پیشنهاد کردن که مدت 1 ساعت ما میتوانیم با اعضایان کمیته ملاقات الهیه داشته باشیم که تمام این نگاه ها و نظر خود را به طور مفصل با دلیل با آنها پیشنهاد کنیم که این کار انجام شد. من فکر میکنم حالا ما بسته از که این ابتکاری چی بود، آیا واقعا خودی سازمان ها چنین یک پیشنهاد را کردن و سازمان ملل که این ملاقات ها جدا باشد یا اینکه شاید ابتکار طرفی حکومت بود که با استفاده از این یا آن اشتراکچی این مسئله رو مطرح کرد. در مجموع این بر ضرر خود حکومت انجام شد. چرا؟ برای اینکه وقتی خود اعضایان کمیته با ما گفتن که اگر شرکت کردن در یک جلسه سازمان ملل همراه با اپوزیسیون و جان و آزادی شرکت کنندگان از داخل تاجیکستان خطر داشته باشد، پس این معنی رو دارد که واقعا در داخل کشور شما مشکلی به حدی هست که دیگر نمیتوانند شهروندان یک کشور در خارج با هم سلام علیک کنند و من هم واقعا این رو مشاهده میکردم. ببینید، آشکارا در نشست یوسف رحمان گفت که قرار سازمان ملل متحد درباره آزاد کردن زید سعید، بزرگمهر یاروف و محمد علی حیید اجرا نخواهد شد. آیا پیشنهادهای سازمان ملل متحد در حالت اجرا نشدن یگان پیامد حقوقی دارد؟ اگر در سطح شورای امنیت سازمان ملل قرار قبول شود، اجرا نکردن آن پیامد حقوقی دارد. اما اگر در سطح یکی از کمیته ها مثل کمیته حقوق بشر این قرار قبول کرده شود، اون تنها نتیجهش این است که در سطح بین المللی اثبات شد که محمد علی حیید، زید سعید و بزرگمهر یاروف و حالا پرونده 11 نفر از دیگر اعضای رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم در مرحله بررسی است. اینا بیگناهند. یعنی برای جهانی این اثبات شد که اینا گناهی ندارند و اینها باید آزاد شوند. اما آنه که طرف تاجیکستان این قرار را رعایت نکرد برای تاجیکستان پیامد حقوقی مستقیم ندارد. یگان نهاد بین المللی نمیتواند تاجیکستان را برای این رعایت نکردن پیشنهاد سازمان ملل مستقیما جزا بده. اما این همش در نهایت کار جمع میشوند و تاجیکستان جزء کشورهایی میشود که قرارهای سازمان ملل را رعایت نمیکند، معیارهای بین المللی را رعایت نمیکند، حقوق بشر پامال میشود و این غیر مستقیم در مسئله کمک‌های به تاجیکستان، در مسئله گرفتن گرانت ها و در مسئله وارد کردن تاجیکستان، البته مسئولین تاجیکستان به این یا نمود تحریم ها مساعدت میکنند. بنابر همین من فکر میکنم که رسیدن پرونده زندانی سیاسی به سازمان ملل و این قرارها خیلی اهمیت سیاسی و اهمیت بین المللی دارند. نباید دوستان ناامید شوند که خب حالا طرف تاجیکستان رسما اعلام کرد که این قرارها را اجرا نمیکند، این بدون عاقبت خواهد ماند. ما این پیگیری رو ادامه خواهیم داد و مرحله بعدی این میشود که به تمام سازمان ها و کشورهای جهان این رسانیده میشود که ببینید سازمان ملل این قرار را قبول کرد، اثبات کرد که اینا گناه ندارند. الان حکومت تاجیکستان خودسانه یکروی کرده شده است و قرارهای سازمان ملل را اجرا نمیکند و شما که تا این وقت میگفتید که دلیل لازم است برای ما که حکومت تاجیکستان در چارچوب معیارهای بین المللی رفتار نمیکند، این قوی ترین دلیل هست که قرارهای و یا که پیشنهادهای سازمان ملل بدون اجرایش باقی مانده. نهایت میگفتید که برداشت و خلاصه شما از این نشست چه بود؟ ببینید این نشست نشان داد که حکومت تاجیکستان نقطه‌های ضعف خیلی زیاد دارد.
و شاید که بار اول بود که پروکورور گنرالی، حداقل همین پروکورور گنرالی که همیشه عادت کرده که از دیگران بپرسد و دیگران را مورد بازجویی و سوال و جواب قرار بدهد، خودش در نزد جامعه جهانی و اون هم در حضور و در مقابل کسانی که حقوقشان پامال شده است به سوالها جواب بگوید. من فکر میکنم که این برایشان بسیار یک درس بود و امتحان بود که از نگاه من از امتحان نگذاشتم، چون بعد از این سوال و جواب ها که الان هم همین لحظه من در بینای سازمان ملل قرار داریم و این صحبت رو مستقیما از حوالی سازمان ملل انجام میدهیم و با چند نفر از اعضای کمیته و از ناظران بین‌المللی ما ملاقات‌های کوتاه داشتیم، نظر اونها را گرفتیم و نظر همگان این بود که طرف تاجیکستان تلاش کرد که هر چه زودتر از این امتحان با جواب‌های آبشسته و از قبل آماده شده رد بشود و خود را خلاص کند و برگردد. و آنها این هدف را داشتند و تلاش میکردند که با پیشنهاد کردن جواب‌های دراز و عمومی وقت را بیشتر بگیرند و مثلا مسائل عمومی را بیشتر مطرح میکردند، از مسائل یا سوال‌های مشخص با جواب‌های کوتاه فرار میکردند. در عموم من فکر میکنم که این بسیار تجربه خوب بود، هم برای مخالفین تاجیک، چون بار اول در تاریخ تاجیکستان این بود که در یک جلسه به این سطح نمایندگان مخالفین تاجیک شرکت کنند، گزارش خود را مطرح کنند، سوالهایشان جزئی سوالهای سازمان ملل شود و طرف حکومت در حضور آنها جوابگو باشد. من با استفاده از این فرصت تمام فعالان سیاسی تاجیک را چه از داخل و چه از خارج کشور که این گزارش ها را آماده کردند هم تشکر میگم، و نمایندگی از همه زندانی های سیاسی و به نمایندگی از همه فعالان و همه کسانی که در داخل و خارج کشور منتظر آن هستند که یک تغییرات در تاجیکستان به وجود بیاد. هم تشکر میگم و هم تبریک میگم برای این موفقیت و امید دارم که حکومت تاجیکستان هم برای این از این نشست یک درس برای خود خواهد گرفت و بداند که دنیا بی صاحب نیست و دنیا خیلی تنگ شده است و در داخل تاجیکستان اونا عذاب بدین، حرف اول رو میزنن، اونها قدرت دارن، هر چیزی که میخواهد دلشون میکنن، اما در خارج بدونند که اونها جوابگو هستند و مجبورن که به این سوالات جواب بدن. تشکر بار دیگر که برای ما وقت جدا نمودید و به سوالهای ما جواب گفتید. سلامت باشید. بعد آن که در انتخابات شهرداری استانبول ترکیه رقیب حزب حاکم غلبه به دست آورد، خیلی از سیاستمداران چگونگی این غالبیت یک حزب رقیب مخالف به حزب حاکم ترکیه را تحلیل و تحقیق نمودند. به همه باور نکردنی بود که اکرم اماماغلو، سیاستمدار محلی قبلا ناشناس، بعد پیروزی پرسر و صدایش در انتخابات شهرداری استانبول ترکیه ستاره سیاسی در سطح ملی و حتی بین المللی شد. ناظران در تحلیل این پیروزی در عموم به این نظرند که نتیجه این انتخابات مشکل جدی برای حکومت ترکیه است. گفته می شود رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در این انتخابات بیش از همه شکست خورد. بالاخره او بود که برای انتخابات تکراری پافشاری کرد، اما برای خودش نتایج خوبی نداشتند. هنوز کار انجام نداده، اماماغلو چون نامزد احتمالی ریاست جمهوری در انتخابات آینده تصور می شود. رجب طیب اردوغان عملاً برای خود رقیب ساخت. قرار کمیسیون انتخاباتی درباره لغو انتخابات اول در سنه 31 مارس را هم در خود این کشور و هم در خارج از آن چون بخت دموکراتیا در ترکیه قلمداد می‌کردند. ولی تصمیم احزاب مخالف برای شرکت در انتخابات تکراری و کمپین انتخابات آزادتر و عادلانه‌تر که بار اول در 17 سال آخر نامزدها در بحث تلویزیونی روبرو شدند، باوری مردم به سیستم سیاسی کشور را زنده تر کرد. نتیجه های انتخابات ناظران را مجبور به قبول این خلاصه کرد که در ترکیه حزب‌های سیاسی هم حق برابری آواز در هر مرحله روند انتخابات را دارند و تقلب آوازها تقریبا غیر امکان است. واقعا بنده مدت قبل در ترکیه برای آموزش روند انتخابات ترکیه
همراه یک چند نفر از هموطنان خودمون از اونجا دیدن کرده بودیم از یک چند حوزه و بعد برای من خیلی جالب وقتی که سوال کردیم از یک حوزه که در ترکیه در انتخابات تقلب وجود دارد، اونها در پاسخ گفتن که از تقلب چی هست. طوری به ما پاسخ دادن که واقعا فکر کردیم اونها یا شوخی میکنن یا که طوری بونمود میکنن که گویا که در ترکیه دموکراسی هست. ولی بنده همین سوال رو دوباره از یک حوزه دیگر پرسیدم، عیناً همه جواب قبلی رو دادن و امروز واقعا ترک ها کردن که با وجود اینکه بیشتر کارشناسان بعد از اینکه حزب حاکم پرشوری کرد که انتخابات اول لغو شود، فکر میکردن اکثریت که شاید که تقلب صورت بگیرد و امام اکرم اغلو شکست بخورد نامزد حزب مخالف. ولی علیرغم یعنی انتظاری ها و پیش بینی ها واقعا حزب رقیب یعنی پیروز شد و برای مردم احترام گذاشتن. این نشانده این است که با وجود اینکه شهر استانبول یک شهر استراتژیکی بود و این شکست برای حزب حاکم و بخصوص رئیس جمهور ترکیه یک یعنی شکست خیلی سنگین بود، با وجود این برای مردم احترام گذاشتن و این نشان دهنده این است که در ترکیه هنوز انتخابات یعنی دموکراسی وجود دارد، برای مردم احترام قائل هستند و البته ما امیدوار هستیم که این تجربه می شود برای کشورهای مثل تاجیکستان. در این باره مفصل مطلب تحلیلی خیلی خواندنباب در پایگاه پیام به نشر رسیده است. می توانید با وارد شدن به پایگاه ما پیام.net آن را دسترس کنید و مطالعه نمایید. اکنون مختصر از خبر و رویدادهای کشورهای همسایه و جهان همکارانمان به شما گزارش می دهند. بعد آنکه سابق دادستان کل ازبکستان آتابک مرادوف از مقامش برکنار شد، از پیش چندین کارمند بلندپایه دیگری این نهاد نیز از کار رانده شدند. اکثریت برکنار شده ها همچون گمانبر یا شاهد عین زمان در حال بازپرسی قرار دارند. خود مرادوف نیز طبق بعضی معلومات ها تا به حال با وکیل دفاعش ملاقات نکرده است. طبق اطلاع از رسانه‌های خبری اساساً آنهای از مقام برکنار شدند که با آتابک مرادوف نزدیک بودند. بنا به یک معلومات دیگر تقریباً حدود 70% دادستان‌های ولایت ازبکستان عریضه از کار رفتن خود را پیشنهاد کردند و درخواست آنها نیز قبول شده است، ولی در دادستانی کل ازبکستان این خبر را تصدیق نکردند. دادستان‌های برکنار شده از ضد راهبری پیشین خود بیانات دادند. آنها گفتند که اجباراً به آتابک مرادوف باره می‌دادند. در خیابان کوتوزوف شهر مسکو 3 ماشین به هم برخوردند که در نتیجه 2 نفر هلاک شده 5 نفر دیگر جراحت برداشتند. طور نشریه کامسومولسکایا پراودا خبر می‌دهد این حادثه روز 2 ایول رخ داده است. از روی تفتیشات مقدماتی معین شده است که راننده اتومبیل کیا مدینه 35 ساله شهروند تاجیکستان قانون حرکت راه را ویران کرده و سمت مقابل حرکت برآمده است. این نشریه نوشته است که با هنگام صدمه در کرسی عقب ماشین مدینه 3 دختر 6، 11 و 13 سالش نشسته بودند و آنها زخمی شدند. مدینه از سال 2009 در روسیه زندگی کرده و به حیث طبیب لابرانت فعالیت داشته است. رئیس جمهور روسیه سوختار در زیردریایی تحقیقاتی را که منجر به کشته شدن 14 خادم آن شد حادثه بسیار ناگوار برای ارتش این کشور خواند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دنبال سوختار در زیردریایی تحقیقاتی که منجر به کشته شدن 14 خادم آن شد تمام برنامه‌های خود را لغو کرده و اظهار داشت که حادثه اتفاق بسیار ناگوار برای ارتش روسیه است. پوتین در پی این حادثه با سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه جلسه تشکیل داد. پیش از این نیز وزارت دفاع روسیه در اطلاعیه اعلام نمود که اول ایول سال جاری یعنی اندازگیری‌های بیومتریک سوختار در زیردریایی تحقیقاتی نیروهای بحری رخ داده و 14 ملوان جان باختند. با گزارش برخی از رسانه‌های روسیه این زیردریایی اطلاعاتی که لاشارگ نام داشته با سوخت هسته‌ای کار می‌کرده است. برخی رسانه‌های دیگر نوشتند که سوختار نه در این زیردریایی بلکه حامل آن رخ داده است.
قسمت این را کشتی زیریابی BS 64 پدماسکویه و قسمت دیگر BS 136 ارنبورگ نامیدند که زیردریایی AS 12 لشاریک را انتقال می‌داده است. زیردریایی لشاریک یک پروژه مخفی روسیه است و گفته می شود در عمق‌های معین می تواند برای رادارهای رقیب ناعیان باشد. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست و من با شما خداحافظی میکنم. برنامه‌های رادیویی ما و مطلب‌های ما را در پایگاه پیام.net و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. انتظار پیشنهاد ملاحظه‌ها و همکاری‌های شما هستیم. سربلند و پیروز باشید. خیر تا روزی دیگر.